بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. بعضی از مادران شکایت دارن بچه هاشون گمراه شدن، بچه هاشون خراب شدن، مینالن، میبینم که چشاشون سرخ شده، زندگیشون تار شده، همیشه ناراحتن، همیشه اندوهگین. چرا؟ بچه‌م چنین شد، بچه‌م چنان شد، بچه‌م نماز نمیخونه، بچه‌م حرفمو نمیشنوه، بچه‌م گمراه شد، بچه‌م معتاد شد، بچه‌م. حالا بچه‌هاشون رو ببینین همه 20 سال، 25 سال، 30 سال ازدواج کردن، رفتن به زندگی خودشون رفتن. نه خیر. مادر عزیز من، این گناهی که به اصطلاح بچت مرتکب شده، خب خیلی وقتاست انعکاس اون تربیت بدیه که شما داشتی. کوتاهی کردی عزیز من در تربیت بچت، امروز خب چوبش رو میخوری. اما حالا اگر کوتاهی کردی یا نکردی، بچت منحرف شد به جامعه و دوستای بد، جامعه فسادی که هست، هر چه بود سبب، یادت نره که ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحده ولا یزالون مختلفین. اگر خداوند میخواست همه مسلمان ها رو کپی برداری پیامبران میکرد، همه بشریت مسلمان درجه یک باشه. نه خیر، خداوند این رو نخواست. خداوند خواست که انسان عقل بهش بده، اختیار بهش بده و انسان آزاده هر چی رو خواست انتخاب کنه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. هیچ اکراه و اجباری در دین نیست. همه راه روشن شد برای همه. هر که میخواد هر راهی را انتخاب کنه. کسی که به طاغوتیان و اینا کفر میورزه و ایمان به خدا آورده که این بر راه حق هست، بقیه همشون بر راه باطل. قال یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ای کافران، من نه عبادت خدایان شما رو میکنم، شما هم عبادت خدایان ما نمیکنه. در آخرش لکم دینکم ولی دین، برای شما دینتون و من روی دین خودم هستم. پس عزیز جان، حالا اگر هر چی شده نباید خودت رو هلاک کنی. پیامبر خدا حرص داشت که همه امید داشت که همه مسلمون باشن، خودش فشار می آورد. خداوند بهش گفت لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین. میخوای خودتو تلف کنی که اینا نمیخوان مسلمون بشن، ایمان بیارن؟ خواهر من، عزیز من، پدر من، اگه پسرت حالا بزرگ شده، واسه خودش مردی شده، رفته دنبال زندگی و زن و بچهش، اگه حرف تو رو گوش نکنه، تو خودت رو تلف نکن. کاری که میتونی بکنی براش دعا کن. نصیحتی میتونی بکنی نصیحتش کن، راهنماییش بکن. حرفتو نمیگیره از طریق غیر مستقیم، اما خودت رو زجر نده، خودت رو اذیت نکن. این اذیت کردن و زجر دادن و نمیدن به سر و صورت خودت کشی بس زدن، این برات فایده نداره. فکر این باش که تو خودت رو از عذاب جهنم نجات بدی. تونستی دست زن و بچت رو بگیر. نمیخوان حرفت رو بگیرن، میخوان خودشون رو تو جهنم بندازن. تو زحمت خودتو بکش، تلاش خودتو بکن، اما خودتو تلف نکن. همه زندگی تو تلخ نکن به خاطر اینکه برادرت نمیخواد مسلمون بشه. نشه آقا، میخواد دیگه نمیدونم دخترت گمراه شده بخواد به سرش بشه. تونستی راهنماییش کردی، وظیفه تو انجام دادی، خودتو تلف نکن، زندگی تو تلف نکن. به جای اینکه بشینی زار گریه کنی، به جای اینکه سر صورت خودت بزنی، از این وقت استفاده کن. خودت رو پیش خدات عزیز کن. اگر پیش خدات عزیز شدی، با عبادتت، با نمازت، با صدقت، با رسیدن به خودت، به جامعه، پیش خدا عزیز شدی، تقوا و ایمان و پرهیزکاریت بالا شد، خداوند اون وقت دعایت رو قبول میکنه. اینی که مینالی که چرا خدا دعای من رو قبول نمیکنه، خداوند دعای بندش رو قبول میکنه. اما دعای بندشو، بنده راستین خدا باشین، ببینیم که خداوند چقدر به ما لطف خواهد کرد.